شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شعله گلخوجه شما را با اخبار 14 ایون آشنا میکنم. امروز در برنامه در روسیه امروز جام جهانی فوتبال آغاز می شود. مقامات امنیتی آمریکا و بریتانیا از احتمال حمله به تلفن و کامپیوترهای تماشابینان بازی هشدار میدهند. در حالی که تا فرا رسیدن عید رمضان یک روز باقی مانده است، بعضی خانواده ها تا هنوز خرید عیدانه نکردند. آنها میگویند از بانک ها پول نقد نمییابند. هم پول میفرستیم آزاد بیایم بگیریم خونه تلاطم نه یگان و از سهر است نه دین سیاهی. معمای سربسته. سازمان حامی حقوق در رابطه به مرگ یک ساکن خوجند و تیتونی کل تاجیکستان را به دادگاه کشاند. حق به حقدار میرسد؟ هر یک شخصی که جنایت صادر کرده است حتما باید که به جوابگیری جنایتی کشیده شود. بعد از چند ساعت دیگر در روسیه مراسم رسمی جام جهانی فوتبال 2018 آغاز می شود. برای به دست آوردن پیروزی در این سبقت مهم جهانی 32 تیم با هم در میدان فوتبال رقابت خواهند کرد. دیروز در آستانه آغاز این چوره‌بینی ورزشی در میدان سرخ مسکو ولادیمیر پوتین و بعضی از دیگر رهبران کشورها در کنسرت عیدانه شرکت نمودند. اما در این بین نهادهای امنیتی آمریکا و بریتانیا به آنهایی که به تماشای فوتبال به روسیه می روند هشدار دادند که از احتیاط کار بگیرند. اسکندر خوجه میرزاده گزارش می‌دهد. مقامداران اکتشافی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به هواداران فوتبال هشدار دادند که اثنای سفرشان به تماشای جام جهانی تلفن‌های موبیلی و کامپیوترهایشان می‌توانند مورد حمله هکری قرار گیرند. ویلیام ایوانینا، رئیس مرکز ملی ضد اکتشافی و امنیت ایالات متحده آمریکا، روز 13 ایون گفت حتی آدمانی که فکر میکنند برای کسی اهمیتی ندارند از حمله های هکری امین نخواهند بود. ایوانینا میگوید وقتی نفری تلفن موبیلی و یا کامپیوترش را با خود به جام جهانی فوتبال به روسیه میبرد، باید داند که نهادهای حکومتی روسیه و یا گروه های جنایی امکان دارند که تجهیزات الکترونی را رخنه کرده به معلومات خصوصی کاربران دست یابند. به قبل رئیس مرکز ملی ضد اکتشافی و امنیت ایالات متحده آمریکا، هواداران فوتبال که سر از 14 ایون به تماشای جام جهانی فوتبال به روسیه می روند، بهتر از جهاز الکترونی را با خود به روسیه نبرند و یا بعد استفاده جهاز بطری آن را از تلفن و یا کامپیوتر جدا نگه دارند. به نوشته خبرگزاری ریترز، بریتانیا هم به اطلاع هواداران عازم جام جهانی چنین هشدار امنیتی مطرح کرده است. رو می‌آوریم به تاجیکستان. روز 15 ایون مسلمانان تاجیکستان عید سعید فطر را جشن می‌گیرند. با توجه به آنکه فردا ساکنان کشور دسترخوان عیدانه می‌آورند، چند روز اخیر بازارهای کشور سیر و دم است. در پیشروی این عید و در یک از بزرگترین بازارهای جنوبی تاجیکستان یارمارک فروش محصولات نیازی اول مردم تشکیل شده است. ظاهراً خریداران از نرخ و نوا در بازار راضی هستند، هرچند به مشاهده همکاران ما خود مردم هم در قیاس با سالهای قبل سرفکار شدند. تاجران باختری میگویند در عرفه عید رمضان امسال تجارتشان گرم است. در روز چند کیلو گوشت سودا میکنید؟ 80 کیلو، 100 کیلو، 90 کیلو هر خیلی. کیلوگرم گوشت چند سومن؟ 38 تومان. گوشت گوسفند چی؟ گوسفند 40 تومان. نرخ ارزان و دسترس بعضی از مواد غذایی به شمار مشتری ها تأثیر کرده است. امروز خیلی سودا جویی. نرخ خیلی ارزان شده. ازبکستان خیلی حدود داده، خیلی ارزان شده. یاد چیکار تخم چند سومنه؟ بازی 20 تومانش هست، بعد 22 تومان هست. ارزانش 20 تومان هست. 19 تومانه. بازار حاجی شریف از بزرگترین مکان خرید و فروش در شهر باختر است. این را یک نوع چنک نرخ‌های محصولات در ولایت ختلان هم میتوان گفت. من این چهارمغزکای عرقسمند 12 14 فرقسیم. انا اینجا کراملو هست 18 12 سومن تا 18 تا 20 سومن از کراملو. با نرخ ارزان حرکت کایسیم فرشیم، خلق اومده خریده رود. 400 مو شهر دکه ارزانش که برای خلق. برای ایده؟ برای دکه ارزانش که. این اگجا ورده چونه؟ این همه خمسنگی رکه. ساکنان شهر باختر و دیگر نواحی اطراف برای خرید عیدانه اساساً به همین بازار می آیند.
نرخ امروزه بازار را با سالهای قبل مقایسه میکنند. برای قصد حوزی گرفتیم این ترک نیم کیلویی دونگی گرفتیم به نظر شما نرخ نوا چقدر است؟ به نظر ما نرخ نوا در بازار همین حاج شریف خیلی بهبودی است، خیلی ارزانی است. رهبریت بازار حاج شریف میگویند به خاطر پیشگیری از بالاروی نرخ و نوای محصولات در بازارشان با چند شرکت داخلی و خارجی شرطنامه بستند. همین خیلی خواجگیایی که چهار پروری ختی مشغولن با ما شرطنامه بستگیم در وقت عید ایامو به ما گوشت وارد میکنن که نرخ یک مطابق بیستاده میخواد. در بازار مهرگان شهر دوشنبه باشد ساکنان می توانند 1 کیلوگرم گوشت را با ارزش 30 سومانی خریداری کنند که تا 8 سومانی از باختر ارزان تر است. در یک گوشه بازار یارمارکه محصولات کشاورزی هم تأسیس شده است که نرخ محصولات نسبت بازار ارزان می باشد. یارمارکه ارزان تست تموم می شود. کدام چیز نفر چه قیمت تر شده امروز؟ امروز همی چقدر اون محصولات برای پختپس کمتر نرخش کم پریده ده. مثلا چی؟ شکر چند بود اول؟ یارمارکه ده 5.50 ایجاده اوجه قیمت. شما یارمارکه ده اسپید میکنید؟ اسپید نکردم لیمیت کدگیان 30 سومون ده میخری دیگه جدا نمیخری. به فرق از مصاحبانی که در گزارش اخیر یک جای تماشا کردیم، بعضی از خانواده‌ها و به ویژه اهل عائله‌های مهاجران تا هنوز برای دسترخوان عیدانه خرید نکردند، زیرا مبلغ ندارند. آنها شکایت میکنند که برای گرفتن پول انتقال یافته از روسیه مدت سرسانند. برخی حتی مجبور شدند که از نویه‌ها به پایتخت بیایند با امید که تا فرا رسیدن عید مبلغ را از بانک‌ها بگیرند. جنگ برای پولگیری در جای در عرفه عید رمضان مشتری‌های بانک در تاجیکستان چنین وضع داشتند. آنها شکایت می‌کنند ساعت‌ها نوبت می‌پایند اما پول‌های انتقال یافته‌شان را نمی‌توانند بگیرند. چی میگن؟ برای چی نیست پول میگن؟ ادرسماه میرزایوا برای آنکه پول فرستاده پسری مهاجرش را گیرد به 2 بانک سر زد. میگه خود سیستم را کشتی نمیدونم. اکوز درو مادم که میگه نه یک ساعت سیستم شش رقم را کشتی. جمعه در پرابلم را بفهمونه مثلا چی گپ شده است چی وینش. این مشکل در حال روز است که مردم به عید آمادگی میگیرند و آنها معمولاً برای آرایش دسترخوان به پول مهاجران سخت نیاز دارند. حافظو برای عید انشالله خدا خواسته باشد گیرم خرید کنم. زیورایی که در نزد یکی از نقطه‌های انتقال مبلغ در شهر نوبت میپایید گفت روز دوم است برای همگی 7000 روبل فرستاده شوهر به بانک می آید. همه بانک‌ها دام بسیاره، همه بانک‌ها دام. او از آن نگران است که تا عید همگی یک روز دیگر ماند و هنوز برای دسترخوان عیدانه اش چیزی نخریده است. بو که ایجا که قیمتونو با بانک دیگر است بوجا. ساکنان برخی از شهر و ناحیه‌های اطراف شهر از جمله وحدت مجبور شدند برای گرفتن پول به دوشنبه بیایند. در دوشنبه وضع بهتر است اما در بسیاری از نقطه‌های بانکی شهر هم ساعت‌ها باید نوبت پایید. ها پول میفرستیم آزاد بیایم بگیریم مخونه طلاتوب نه یگون و از سحر است نه دین سیاهی بیایم آزاد بگیریم. بهروز مرادوف کارمند یکی از نقطه‌های بانک در دوشنبه میگوید این وضع خاص روز جشنی است. با کمی تأخیر باشد هم مشتری‌ها پولشان را میگیرند. پرابلم نیست با 100% هست پروسه پیش عید مردم هاست چون رو میکنن خرید برای همون ایدونا نخرید هر دفعه پیش عید میشه با ایدم خیلی که سال نوی دیرم آزاد هر سال زیاده از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان به مهاجرت مهنتی می روند و سالانه بیش از 2 میلیارد دلار را به وسیله بانک ها برای تأمین اقربای خویش به این کشور می فرستند. بانک ملی تاجیکستان گفته است سیستم های انتقال پول روسیه این بحران را به وجود آوردند. اصلا چون ماه رمضان ماه خیر و سخا و کمک به نیازمندان است، در این قسمت برنامه از روزگار یک هنرمند در نویه سور به شما قصه میکنیم. اگر چند همسایه سخاوت پیشه به قهرمانی گزارشی بعدی ما صدقه غیر معمولی نمیکردند و او نمیتوانست از دم کمبغالی رها شود. گزارشی برای یوسفی را با هم میبینیم. عبدالشکور با هنری درختباری و هیزمکشی در دهه گلریز حصار معروف است. اره دوروپوش و علفتروی خودکارش مایه شناختی اوست. نه من همین روی اسبابم انا تو پامیر انا گرم انا آبی گرم
انا اسم پنجکین انا باهرستان رفته من خوجم با رفته کار کرده اومدگی هم میبرن مخمه حق ما میتین هنر چیزی خوب ده خور نمیشه. عبدالشکور با این اسبابها روزگار خانواده عبارت از 3 فرزندش را سامان میکند. از بیکاری شکایت ندارد. همه اگر همه اسباب نباشه من بیا حساب محتاج آخه هیچ کار نمیتونم به اسباب. این اسبابهای عبدالشکور از 800 تا 1300 سامانی نرخ دارند. خودی او قابلیت خریدن چنین اسبابها را ندارد. آنها را با او چند همدیهای سخاوتمندش چون صدقه تقدیم کردند. بسیار کمک هست شکرانه هستیم بسیار آرد میتین روغن میتین و تموم میشه لیکن این اسبابا یک اون مدت خدمت میکنه زندگیمون میره پیش. عبدالشکور میگوید صدها افراد نادار و خانواده‌های کمبیزاعت هست که قابل کار و هنرمندند. از بیپولی آنها نمیتوانند اسباب و یا واسطه کاری را خریده روزگارشان را پیش برند. در عیدهای مذهبی که صدقه دادن رسم است معمولا غذا و لباس تقسیم میکنند. عبدالشکور میگوید که صدقه در قالب سرمایه بهتر است. با گذشت 8 سال از مرگ مرموز یک ساکن شهر خوجند ائتلاف ضد شکنجه با دادستانی کل تاجیکستان وارد بحث دادگاهی شده است. خانواده‌اش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه میلیساها جان باخته است. ادامه موضوع از سرویناز روح‌الله. یک سازمان حفظ حقوق در تاجیکستان دادستانی کل را به مرافعه دادگاهی کشید. سازمان مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان دعوا دارد این نهاد مرگ مرموز یک ساکن شهر خوجند در اتاق کاری کارمندان حفظ حقوق ولایت سوغد را درست بررسی نکرده است. دادستانی تفتیش پرونده مذکور را دوباره به وزارت کارهای داخلی نهادی که کارمندان خودش به جنایت گمان برند ارسال کرده است. مقصد اساسی پیگیری کردن این پرونده از اون که طلبات قانون جنایتی اویده اون که یگون جنایت به جزا نماند. هر یک شخصی که جنایت صادر کرده است حتما باید که به جواگیری جنایتی کشیده شود. اسمانبای بابایف ماه فوریه سال 2010 در شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند به هلاکت رسیده با گذشت 8 سال عاملان مرگ او به جزا ماندند. گمانبران مرگ بابایف کارمندان حفظ حقوقند. مسئولان مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان میگویند این پرونده 7 مراتب آغاز و قطع شده است. تفتیش قضیه مرگ اسمانبای بابایف ساکن شهر خوجند بعد از 8 سال با تفسیه سازمان ملل متحد اوید به شکنجه دوباره از سر گرفته شد. اسمانبای بابایف هنگام بازداشت در اتاق کاری کارمندان حفظ حقوق در ولایت سوغد ففتید. آن زمان گفته میشد که او از بیماری ففتیده است، اما حامیان حقوق میگویند که او در پی شکنجه به هلاکت رسیده است و این را سازمان ملل متحد اوید به شکنجه هم تصدیق کرده است. در روز اول مرافعه دادگاهی که 13 ایون در دادگاه ناحیه سینای پایتخت حدود 2 ساعت ادامه کرد، خبرنگاران راه نیافتند. بعد از انجام مرافعه نماینده دادستانی هم با رسانه‌ها صحبت نکرد. وکیل دفاع بابایف میگوید در مرافعه جانب دادستانی دلایل خود را پیش آورده است. نماینده پروکراتوری گنرالی ابراز کردند که موافق قسم بند 12 ماده 161 و قسم 19 ماده 168 کدکس مرافعه جنایتی آنها وکالت دارند و حقوق دارند که تابعیت تفتیشات خودشان انتخاب کنند که کدام محکمات تفتیش برند. تلاش ائتلاف ضد شکنجه برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ بابایف در حالی است که به گفته برخی حقوقشناسان اکثر عاملان جنایت از سوی کارمندان دولتی به جزا میمانند. سرویناز روح‌الله، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه. با این مطلب نشر برنامه خبری را در آخرین روز ماه رمضان امسال به پایان میبریم. امیدواریم این ماه مبارک را با تحمل پشت سر کرده باشید و فیض و برکت هم نصیب خاندان هر یکی شما گردد. فراموش نکنید فردا نیز ما برنامه داریم و حتما از حال و هوای ایدانه در تاجیکستان برای شما گزارش میدیم. تا ملاقات در عید رمضان، خدا نگهدار هر یکی شما عزیزان باشد.